لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين. اما بعد از حمد خداوندی و درود به پایان بر روح روان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، ان شاء الله که امشب که الله جل شأنه با فضل و کرمش در اینجا همه ما و شما طالب علمان را جمع آورد، دعا کنیم که الله جل شأنه باز همین خیلی یک جایه در جنات الهی باشیم. و ان شاء الله امشب درباره یکی از صحابگانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را بشارت بر جنت داد و یکی از حادثه های مهمی که در حیات انسانیت واقع شد در حیات او، ان شاء الله حیات ای را و او حادثه را نقل می نماییم. حضرت سعید ابن زید رضی الله عنه صحابی جوانی بود که در ایام اول سالهای نبوت بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و پدر این صحابی بزرگ زید ابن عمرو ابن نفیل که یکی از پیشتازان مردم قریش به شمار می رفت، پدر همین صحابه یک روز می گوید که در عید از عیدهای مردم مکه در پیش کعبت الله بودم که مردم مکه با سر و کله و سله زیبا همه در پیش کعبت الله از گاو و گوسفند و هر نظرهایی که داشتند می آوردن و در زیر همون بتها می کشتن و بر همون بتها نظر می کردن. این زید ابن عمرو ابن نفیل می گوید که برای مردم قریش گفتم: یا معشر القریش لقد خلق الله هذه الشاه. ای مردم قریش، الله جل شأنه این گوسپند و گاوی که در این پیش بتها میکشید اینها را خدا آفرید و این باران و این علفهایی که شما این حیوانهای خود را میدهید اینها را خدا خلق کرد. چرا برای این بتها این گوسپندها و گاوها را میکشید و برای الله نمیکشید؟ خطاب پدر حضرت عمر رضی الله عنه میگوید پیشش آمد و یک چپلاق زد، گفت تا کی ما با این سخن تو صبر میکنیم؟ این پیش از بعثت پیغمبر بود، لیکن با وجود این موحدان در او زمان زیاد بودند. میگوید که باز با وجود این ای را از مکه بیرون کرد و این چند ماه و چند سال در غار حرا زندگی میکرد و همین خطاب باز فرمان داد که همین انسان دیگر داخل مکه الله نشود، نمیگذاشتنش که داخل این شهر بگردد. خلاصه چند تا از مردم قریش را فریاد کرد به خاطر دعوت و اونها را دائما میگفت که مردم دین ابراهیم را در مکه فراموش کردند، بیایید ما بکاویم که دین حق در کجای هست، برای خود یک دین درست، یک دین صحیح پیدا نماییم. عبدالله ابن جحش، ورقه ابن نوفل و دیگر از رفیقان خود را جمع کرد که بعضی اونها نصرانی و بعضی اونها دین یهودی را قبول کردند و بعضی از اونها قبول نکرد، لیکن خود بر سرزمین شام رفت و مردم یهود و نصارا را میپرسید که کو در کجا دین حق هست من بگیرم. متاسفانه خود زید ابن عمرو ابن نفیل میگوید که در یگان جای شام که مرکزی نصارا و یهود بود من دین حق نیافتم، لکن یک عالمی نصرانی برای من راه نشان داد. گفت من عالم به تورات و انجیل هستم، من میدانم که باید در مکه الله انسان پیدا شود که دین ابراهیم علیه السلام را تجدید نماید
دین ابراهیم علیه السلام را از سر تازه نماید و این همه شرک و بدعت و این همه نوپیدایی‌هایی که در دین ابراهیم شد اینها را بیکار نماید. زید ابن عمرو ابن نوفل وقتا که از راه شام به سوی مکه میگشت، آوازه پیغمبری پیغمبر به گوشش رسید و خواست که پیش رسول الله بیاید، لیکن جماعت از اوباشهای عرب در راهش برآمدند و او را به قتل رساندند. لکن مهم این است که آخران نفسی که از زبان این میبرامد چی گفت؟ آخران نفسی که از زبان این میبرامد گفت اللهم این کنت حرمتنی من هذا الخیر فلا تحرم منه ابن سعید. بارا خدایا اینها راهزنها که ما را در راه کشتند، این پیغمبری و این اتباع رسول الله که از من گرفتی و من نتانستم که بر پیغمبر پیرو باشم، پروردگارا پسری من پیرو پیغمبرت بگردان. این بهترین دعا بود که پدر برای پسر کرد. از همین دعای پدر بود و همین استجابت الهی بود که سعید ابن زید پسری همین زید بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. و رسول خدا در حدیثی که 10 گانه میگویند او را، حدیثی که 10 کس را بشارت بر جنت داد، یکی از اونها این است که رسول الله میگوید سعید فی الجنه، که سعید در جنت است. و این زید ابن سعید دوماد همین خطاب هم بود. فاطمه بنت خطاب رضی الله عنهما دختری زن این میشد و با وجود این که در بدایت اسلام عذابهای زیاد کشیدند و مردم قریش میخواست که سعید و همسر او و خاندانش از دین اسلام روی بگرداند، یک کاری مهمی که این کرد این زن و شو این بود که یکی از سرکرده های کفر را به سوی اسلام دعوت کردند و اینها سبب شدند که حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه اسلام آورد، که به اسلام عمر اسلام عزت یافت، به اسلام عمر مسلمان ها عزت یافتند. حضرت سعید ابن زید با رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه جنگ ها اشتراک کرد، مگر این که در جنگ بدر حضرت اشتراک کردن نتوانست. و در همین جنگ بدر هم پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم این حضرت را برای یک مهمه خاص روان کرد که باز در آخر از همون غنیمتی که بر مسلمان ها آمد این حضرت پیغمبر حقش جدا کرد. و حضرت سعید ابن زید همچنان در جنگ یرموک اشتراک کرد که با رومی ها مردم اروپای امروزه اصحاب پیامبر می جنگیدند. میگوید که وقتا که می دیدیم که رومی ها با 120,000 به سوی ما هجوم میکردن، از صدای آواز و از صدای دعاهایی که پیشاپیشی سلطنت‌های اونها ملاهاشان بودن، تقریبا که مثل رعد و برق همه عالم آواز میگیره، مردم در خوف در آمدن. لیکن حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه که پیشوای این سربازان اسلام بود، برای اونها وصیتی عجیبی کرد. گفت ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای اصحاب محمد، ای مسلمان ها، اگر شما خدا را کمک میکنید یقین بدانید که خدا شما را در این جهاد مستحکم میگرداند. میگوید که یکی از مردها را دیدم که از صف بیرون شد، برای ابو عبیده گفت ای ابو عبیده اگر سخن برای پیغمبر داشته باشی بگو، زیرا من عزم کردم که باید همین ساعت معرکه به شهادت برسم. حضرت ابو عبیده گفت نعم تقرئه منی السلام و من المسلمین. تو پیغمبر سلام بگو
و از جانب من از جانب مسلمان ها پیغمبر سلام بگو و بگو که آن چیزی که خدا وعده کرد برای محمد و اصحابش اون خداوند برای ما داد. حضرت سعید ابن زید از اولین ها هست که در دمشق همچون والی یا رئیس ولایت تعیین شد و در زمان حکمرانی امویان که مروان ابن حکم در مدینه حکمران بود، یک قصه عجیبه در بین این صحابی بزرگ و در بین یک زن از زنهای مدینه گذشت. یک روز آوازه می شد، قطعی یک زن زمینش برببر بود، آوازه کرد همین زن که عروه بنت اویس نام داشت همین زن، که گویا حضرت سعید ابن زید زمین این را غصب کرده است، زمینش در آورده است، که امروز همین مشکلات بین مسلمان ها هست و همین مشکلات بین همسایه ها هست که به هر بهانه و شیطانی زمین همسایه‌اش می درآورد. حضرت سعید ابن زید رضی الله عنه این کار را نکرده بود، لیکن این زن امروز خیلی که شکایت نامه می نویسن به پروکراتوره به مروان ابن حکم شکایت نامه نویس که همین صحابی هم این کار کرد. خیلی مشکل بود برای اصحاب پیغمبر که این نمود تهمت را تحمل کنند، زیرا که اونها کسانی بودند که به خاطر پیغمبر همه دنیا را دادگی بودند. میگوید این صحابی بزرگ کیف اظلمها وقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، ای اون انسانهایی که مرا به این محکمه کشیده، من چه خیلی ظلم میکنم همین زن و زمینش میگیرم، حالا آن که من رسول الله شنیدم که این سخن را گفت، من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله تعالی یوم القیامه، کسی اگر یک وجب زمین یک همسایشه یک مسلمان اگر ببره و به فریب و نیرنگ و به ظلم و ستم از او بکشه بگیره، خداوند همان زمین گرفتگیش روز قیامت در گردنش کشان میکنه. فکر کن انسان یک قابچه آرد شاید برداشته نتونه، یا 100 کیلو آرد یا 100 کیلو خاک برداشته نمیتونه، لیکن خدا همان قدر خاکی که از این زمین تا زمین هفتم هست خدا در گردن او بارش میکنه و همین خیلی بر زمین میکشه. من چه خیلی ظلم میکنم این زنکه که این حدیث از زبان شیرین پیغمبر شنیدم. در دوامش چی میگوید حضرت؟ من اقتطع مالا بیمینه فلا بورک له فیه، و کسی که مال یک مسلمان بر فریب نیرنگ میگیره، مال یک مسلمان به قسم دروغ میگیره که والله یمین یپانسکیه حالا که خطایی است، یا والله که همین چیست تیلا یا نستهشی ارگینل حالا که ارگینل نیست قسم میخوره، خدا اگر 1 میلیون فایده هم کرده باشه خدا در اون مال او برکت نمیتیه. این از فکرش باید مسلمان براره که اگر چند قیمال هم فریب کنه به قسم دروغش جمعیاری کنه الله در مال او برکت نمیتیه. این حدیث پیغمبر است. سیوم مسئله که حضرت بیان کرد این بود و فرمود من تولا قوما بغیر اذنهم فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. کسی که خود را پیشوا یک مردم میکند، کسی که خود را رئیس یک مردم میکند، کسی که خود را حکمران یک مردم میکند، حالا که مردم از او راضی نیستند، حالا که مردم او را نمیخواهند، فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر این نمود پیشوا باد، لعنت خدا بر این نمود حکمران باد، لعنت خدا بر این نمود انسان باد که
مردم نمیخواهند او خودش پیشوا و حکمران میکند و لعنت ملائکه الهی بر او باد و لعنت تمام مردم بر این باد. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگوید که وقتا که یک انسان جنگ میکرد میگفت اعماک الله کما اعما بصر اروا، خدا چشمانی تو را کور کنه چه خیلی چشمانی همو اروا را کور کرد. بعد از زمین که حضرت در حقش دعا کرد، چی دعا کرد؟ گفت بارا خدایا اگر همین زن حقش من گرفته باشم یا تهمتم کنه، پروردگار چشم شکور بگردان و در اون چاهی که قطیمون کشماکش میکنه، در اون زمینی که قطیمون کشماکش میکنه، خداوند قبرش در همون زمین بگردان. و سیوم دعاش این بود که پروردگارا یک علامت برای من بده که مردم بفهمند که من همین زن ظلم نکردم. بعد از این دعاش چند مدتی که گذشت باران شد، سیل آمد. در یک وادی به نام عقیق نام داشت در مدینه سیل آمد. سیل به سوی زمین همین زمین زن حرکت کرد و همین سیل سبحان الله زمین همین صحابه را از زمین همین زن جدا کرد، بریدش، جداش کرد و مردم دانستند که همین سعید ابن زید همین زن ظلم نکرد، خدا حق ای را جدا کرد و حق زن را جدا کرد. این تهمت بود در بالای این صحابه بزرگ رضی الله عنه. باز مورخین میگویند که یک ماه نگذشت که همین زن کور شد. همین زنی که دیده و دانسته میدانست، میدید که همین زمین من نیست و تهمت کرد، همین صحابه را خدا ای را کور کرد. میگه یک روز در زمینش میگشت، در پیش همون چاه ندیده، سرکی در درون همون چاه زد مرد و قبرش هم همون زمین و همون چاه شد. ببینید که انسانی که زمین یک کس را میگیرد، خواه به حیله و نیرنگ باشه، الله جل شأنه او را حتما در این دنیا عذاب میدهد. و رسول الله میفرماید که یک انسان اگر یک انسان ظلم کنه، بین مظلوم و بین خدا حجاب نیست. وقتا که این در یک انسان عادی باشه، پس چرا الله جل شأنه دعای سعید ابن زید رضی الله عنه را قبول نکند که مظلوم بود، صحابی بود و نام او را میخواستند دیگرها که در بین مردم پست کنند و الله جل شأنه عزت و آبروی او را دوچند کرد. دعا کنیم که پروردگاری عظیم و شان حق گیری و حق خوری مردم را از ما دور بگرداند، پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از اصحاب جان فدای او را برای همه ما و شما نصیب بگرداند. الله جل شأنه این قصه را برای ما عبرت و شریعت و دین بگرداند که زمین همسایه راه مردم را به هر بهانه تنگ نکنیم یا در زمین خود ندراریم. برحمتک یا ارحم الراحمین.